یک اوی وانگ 15 فوریه 1930 توی چین به دنیا اومد. با هو وانگ ازدواج کرده بود و 4 تا بچه بزرگ کرده بودن. سال 1986 خانواده برای اینکه به دختر و نوه هاشون نزدیکتر باشن به آمریکا مهاجرت کردن. بعد از اینکه توی سان فرانسیسکو جا افتادن، یک کلی زحمت کشید تا شهروندی آمریکا رو بگیره. بعدش هم به عنوان پرستار بچه و خیاط کار میکرد. اونا توی محله ویزیتیشن ولی زندگی میکردن، جایی که ایک به خاطر پیاده روی ها و تمرینات روزانش توی پارک روبروی خونشون شناخته میشد. اون توی باشگاه دوستی ویزیتیشن ولی هم فعال بود و به سالمندای چینی دیگه کمک میکرد که کارهای اداریشون رو انجام بدن. جوانهای محل هم بهش میگفتن مادر بزرگ وانگ. متاسفانه زندگی این زن مهربون قرار بود خیلی بیدلیل و تلخ تموم بشه. صبح 8 ژانویه 2019 یک 88 ساله حدود ساعت 6 صبح از خونه زد بیرون که طبق معمول بره توی پارک روبروی خونش ورزش کنه، ولی دیگه برنگشت و هیچ کس اونو زنده ندید. توی همون پارک به طور وحشیانه‌ای مورد حمله قرار گرفت. وقتی بیهوش و در حال مرگ روی زمین افتاده بود، مهاجم رفت سمت خونه اونو شروع کرد به دزدی از خونش. بعدش هم فرار کرد. وقتی یک پیدا شد سریع بردنش بیمارستان. جمجمش شکسته بود، خونریزی مغزی داشت و استخونهای صورتش در چند جا خورد شده بود. کاراگاه‌ها نتونستن سریعا مهاجم رو پیدا کنن، ولی نزدیک در ورودی پارک یه دستکش سیاه و یه دستمال کاغذی خونی پیدا کردن. 8 روز بعد یه حمله دیگه توی همون محله اتفاق افتاد. این دفعه یه مرد گزارش داد ماشینش رو دزدیدن. این اتفاق فقط 6 تا بلوک اونورتر از خونه یک اتفاق افتاد. 9 ساعت بعد ماشین توی یه پمپ بنزین رها شده بود. مشخص شد همون فردی که به یک حمله کرده بود پشت این سرقت بوده. 3 روز بعد همون آدم گوشی 2 تا نوجوان رو دزدید. قربانی اول دختر 14 ساله‌ای بود که توی خیابون راه میرفت و داشت از گوشیش استفاده میکرد. مهاجم با دوچرخه بهش نزدیک شد. اسلحه رو بهش نشونه گرفت و گوشیش رو ازش گرفت و فرار کرد. 1 ساعت بعد به یه دختر 17 ساله نزدیک شد و یه مشت زد توی صورتش. گوشیش رو دزدید و دوباره با دوچرخه فرار کرد. خوششانسی این بود که پلیس تونست یکی از گوشی‌های دزدی رو ردیابی کنه و رسیدن به یه خونه توی محله سانی دیل، فقط چند بلوک دورتر از جایی که به یک حمله شده بود. 20 ژانویه 2019 یعنی 12 روز بعد از حمله به یک مظنون شناسایی شد. مرد 25 ساله‌ای به نام کیانت گاترون. پلیس وقتی اون داشت توی ماشین قایم میشد دستگیرش کرد. با استفاده از DNA تونستن ثابت کنن که اون همون کسیه که ماشین رو دزدیده، گوشی‌ها رو سرقت کرده و به یک حمله کرده و بهش تعرض کرده. متاسفانه کمتر از 5 روز مونده به سالگرد اون حمله، مادر بزرگ وانگ بر اثر همون جراحات درگذشت. پزشکی قانونی مرگش رو قتل عمد اعلام کرد و علت رو عوارض ناشی از ضربات متعدد جسم سخت دونست. بعد از این اتهام‌های گاترون از تلاش برای قتل به قتل ارتقا پیدا کرد. توی نوامبر 2025 گاترون بابت قتل عمد درجه 1 در دادگاه محاکمه شد و براش حبس ابد بریدن، اونم بدون امکان آزادی مشروط. برای بقیه جرائمش هم 31 سال زندان اضافه کردن. اگه تا اینجا از فضای ویدیو خوشت اومده، لطفاً با لایک و سابسکرایب از ما حمایت کن تا بتونیم مسیر رو با قدرت ادامه بدیم. بارنی لامار سیمز 7 ژوئن 1945 توی جکسونویل فلوریدا به دنیا اومد. وقتی به 70 سالگی رسید تبدیل شده بود به یکی از چهره‌های شناخته شده حقوق مدنی توی آتلانتای جورجیا. 2 تا بچه داشت و بعد از اینکه از شغل مدیریتیش توی اداره مسکن آتلانتا بازنشست شد،
وقتش رو صرف تدریس توی کالج جورجیا پریمیتر کرد. علاوه بر اون عضو هیئت مدیره سازمان کمک به قربانیان آتلانتا هم بود، جایی که تمرکزش روی حمایت از حقوق قربانی ها بود. کسایی که بارنی رو میشناختن همیشه از سیبیل خاصش، دست و دلواز بودنش و اینکه تقریباً برای همه نقش راهنما و بزرگتر رو ایفا میکرد حرف میزدن. آدمی بود که جوون و پیر میتونستن روش حساب کنن. 9 آوریل 2016 حدود ساعت 3:30 بعد از ظهر یکی از همسایه ها صدای تیر شنید و سریع با پلیس تماس گرفت. وقتی پلیس رسید دید در جلویی خونه بازه و بارنی توی حیاط جلویی افتاده روی زمین. بررسی ها نشون داد 2 گلوله از پشت بهش خورده و طرز قرار گرفتن بدنش نشون میداد که موقع تیر خوردن داشته از دست قاتل فرار میکرده. پلیس 2 پوک فشنگ 9 میلیمتری توی صحنه جرم پیدا کرد، اما هیچ اثر انگشتی روشون نبود. از تو خونه ماشین لکسوس مدل 2006 و کیف پولش و تلویزیونش دزدیده شده بود. اول کار پلیس این احتمال رو داد که شاید شغل بارنی توی هیئت بررسی مجوزهای شهری براش دشمن سازی کرده، چون بعضی از تصمیم‌های اون هیئت باعث تعطیلی کسب و کارها میشد. اما کمی بعد ماشین بارنی رو چند کیلومتر اون طرفتر توی یه مجتمع آپارتمانی پیدا کردن. تنها چیزی که داخل ماشین بود یه کلاه بیسبال شیکاگو بولز بود که اصلاً مال بارنی نبود. پلیس حدس زد این کلاه احتمالاً مال قاتله. توی همون مجتمع یکی از کارگرهای تعمیرات کیف پول بارنی رو پیدا کرد. گواهینامه‌ش هم داخلش بود. هم کلاه هم کیف پول برای بررسی فرستاده شد آزمایشگاه. برای اینکه بفهمن بارنی قبل از مرگش با کیا در تماس بوده، پلیس با اجازه خانواده از اثر انگشت خودش استفاده کرد تا قفل گوشیش رو باز کنه. بررسی تماس ها نشون داد ساعت 1:24 همون روز یه تماس باهاش گرفته شده بود. سوال این بود آیا این تماس از طرف قاتل بوده؟ پلیس با اون شماره تماس گرفت، اما کسی که جواب داد یه آدرس الکی داد. بعد مشخص شد که شماره مربوط به یه سیم کارت یک بار مصرفه و اصلاً نمیشه صاحبش رو ردیابی کرد. وقتی حسابهای بانکی بارنی بررسی شد، پلیس فهمید قبل از تیراندازی 2 خرید انجام داده. یکی ساعت 11 صبح از یه فروشگاه محلی و یکی ساعت 2:30 بعد از ظهر از یه وافل هاوس نزدیک به خونه‌شون. همین وافل هاوس شد اولین سرنخ جدی پرونده. توی فیلم دوربین های وافل هاوس یه جوون کنار بارنی نشسته بود که خانوادش اصلا نمیشناختنش. چون هویتش معلوم نبود، پلیس ویدیو رو توی شبکه‌های اجتماعی پخش کرد. خیلی زود سرنخ‌ها رسیدن به یه نوجوان 17 ساله به اسم اریک بانکس، کسی که سابقه کیفری نسبتاً سنگینی هم داشت. بانکس قبلاً توی یه تیراندازی با اسلحه 9 میلیمتری درگیر شده بود. دقیقاً همون نوع اسلحه‌ای که بارنی باهاش کشته شده بود. وقتی پلیس‌ها شبکه‌های اجتماعیش رو گشتن، عکس‌هایی پیدا کردن که بانکس همون کلاه شیکاگو بولز رو سرش گذاشته بود. پلیس رفت سراغ پدر بانکس و اون تایید کرد که پسرش همون جوونیه که توی فیلم وافل هاوس کنار بارنی دیده شده. همون موقع که مأمورها توی خونه بودن، بانکس یه دفعه به پدرش زنگ زد. طبق هماهنگی پلیس، پدر بهش گفت که پلیس میخواد باهاش صحبت بکنه. عمه بانکس هم به پلیس گفت که اریک چند روز قبل از قتل بارنی با اون ملاقاتی داشته. اونها از طریق یه گروه دوستانه که بارنی راهنماییشون میکرده آشنا شده بودن و اریک دوست داشته وارد اون جمع بشه. پلیس اتاقی رو که بانکس توی خونه عمش توش مونده بود رو گشت و 2 خشاب 9 میلیمتری پیدا کرد، ولی خود اسلحه هیچ وقت پیدا نشد. 5 روز بعد از قتل مادر بانکس با پلیس تماس گرفت و گفت پسرش پیش اونه و آماده است که خودش رو تحویل بده. بانکس رو آوردن بازجویی. اولش کلاً منکر همه چیز شد، اما وقتی شاهد رو جلوش گذاشتن داستانش عوض شد و گفت که در دفاع از خودش شلیک کرده. این ادعا اصلاً با ماجرا جور در نمی اومد، چون بارنی از پشت تیر خورده بود. 16 آوریل 2016 بانکس به اتهام قتل، حمله شدید و سرقت مسلحانه دستگیر شد.
اون ادعا کرد بارنی هم فحش بهش داده و هم فیزیکی بهش حمله کرده. گفت روز قبل بارنی بهش زنگ زده بوده و پیشنهاد داده برن وافل هاوس ایست پوینت. بعدش هم اون رو رسونده خونه و وقتی روی نیمکت حیاط نشسته بوده شروع کرده به لمس کردن بدنش. بنکس گفت احساس خطر کرده و اسلحه رو کشیده و شلیک کرده. بنکس در نهایت وقتی دید هیچ کس حرفش رو باور نمیکنه، برای اینکه از حبس ابد فرار کنه توافق قضایی رو پذیرفت و به 30 سال زندان محکوم شد. ساشا سمز سودین 4 ژانویه 1988 توی نیویورک سیتی از پدر و مادری به نام تارا و کن به دنیا اومد. تو فلوریدا بزرگ شد و تو مدرسه عضو تیم رقص بود. همه ازش به عنوان دختری سرزنده، پر انرژی و با شخصیتی جذاب که روی بقیه تأثیر میذاشت یاد میکردن. سال 2006 از دبیرستان فارغ التحصیل شد و بعد مدرک ریاضیش رو از دانشگاه فلوریدا گرفت. بعد از اون به عنوان مدیر رسانه‌ای توی شرکت پیرسون کار میکرد و در این حال برای چند تا سایت به عنوان نویسنده محتوا مطلب مینوشت. ساشا داوطلبانه با انجمن آپارتمانداران اورلاندوی بزرگ کار میکرد. توی 27 سالگی تو آپارتمان‌های آپتان پلیس توی اورلاندو زندگی میکرد. اوضاع زندگیش رو به رشد بود تا اینکه یه شب با دوستاش رفت بیرون و مشروب خورد و همون شب تبدیل شد به یه تراژدی وحشتناک. 16 اکتبر 2015 ساشا همراه دوستاش از جمله آنتونی روئر رفتن بار آتیک تو خیابون ایست پاین تو اورلاندو. حدود ساعت 12:30 شب ساشا که دیگه حسابی مست شده بود تصمیم میگیره بار رو ترک کنه و پیاده بره خونه. خوشبختانه 2 زن که با اوبر در حال رد شدن از اونجا بودن ساشا رو در حال راه رفتن دیدن و چون فکر کردن اونقدر مسته که شاید امن نباشه و تنها بره خونه نگه داشتن و سوارش کردن. اما بعد از اینکه دم در آپارتمانش پیادش کردن دیگه هیچ کدوم از دوستا و خانواده‌اش اونو ندیدن. کمی بعد آنتونی همون دوست ساشا شروع میکنه به تماس گرفتن و پیام دادن تا مطمئن بشه سالم به خونه رسیده، ولی خبری ازش نمیشه. چند ساعت بعد همینطور مدام زنگ میزنه و پیام میده تا اینکه تصمیم میگیره خودش بره دم خونه ساشا. وقتی میرسه در میزنه اما هیچ کس جواب نمیده. همون موقع با پلیس تماس میگیره و درخواست بررسی میکنه. پلیس که میرسه و درو باز میکنه وارد آپارتمان میشن و با پیکر ساشا روبرو میشن که توی لحافش پیچیده شده بود. بهش تجاوز شده بود و خفش کرده بودن. روی بدنش آثار ضربات جسم سخت دیده شده بود و گلوش کبود شده بود. اولش کارآگاه‌ها فکر کردن قاتلش رو میشناخته چون هیچ نشونی از ورود به زور به خونه نبوده. برای همین اول از همه سراغ آنتونی رفتن که خودش تماس گرفته و درخواست بررسی کرده، اما خیلی زود ازش رفع سوءظن شد. پیشرفت اصلی توی پرونده وقتی اتفاق افتاد که همسایه طبقه بالای ساشا با پلیس صحبت کرد و گفت موقع شستن لباسها دیده بوده که ساشا تو راهرو و همراه نگهبان ساختمان استیون داکسبری بوده. گرفتن فیلم دوربین‌های مداربسته ساختمان یکم طول کشید، اما وقتی بالاخره بهش دسترسی پیدا کردن تقریباً مسیر پرونده کلاً مشخص شد. بیش از 1 ساعت بعد از اینکه ساشا بار رو ترک کرده بود توی دوربین‌ها دیده میشه که وارد ساختمون میشه و چند لحظه بعد یه مرد ناشناس پشت سرش وارد میشه. اون مرد وقتی میبینه ساشا مسته ازش میپرسه حالت خوبه؟ ساشا جواب میده آره خوبم مرسی. بعدش از پله ها بالا میره و از دید دوربین خارج میشه. 2 دقیقه بعد داکسبری توی تصویر دیده میشه که توی محوطه ساختمان میچرخه و ظاهراً بعد از اینکه ساشای مست رو دیده دنبالش بوده. به نظر میرسه ساشا کد دیجیتال در آپارتمانش رو یادش رفته بوده. اولش نتونسته وارد بشه. وقتی داکسبری بهش میرسه توی فیلم ها مشخصه که حدوداً 40 دقیقه توی طبقات مختلف و راه پله ها ساشا رو دنبال میکرده. توی این مدت چند تا در رو هم باز میکنه که به راهروهای بدون دوربین منتهی میشن.
ساعت 2:26 بامداد ساشا در حال خروج از ساختمون دیده میشه و 6 تا 7 دقیقه بعد دوباره وارد میشه. بعد از اون وارد آپارتمان خودش میشه و دیگه زنده دیده نمیشه. وقتی داکسبری رو برای بازجویی آوردن، گفت دم در ورودی ساشا رو همراه 2 تا زن دیگه دیده. ادعا کرده ساشا نه کارت شناسایی همراهش بوده نه کلید در ورودی رو. تقریبا همون موقع یه نفر دیگه زنگ در رو زده و خودش وارد شده و ساشا هم پشت سرش رفته داخل. میگفت بعد از اینکه صحبتش با اون 2 تا زن تموم شده داخل رفته که حال ساشا رو چک کنه و آخرین بار اون رو جلوی در آپارتمانش دیده که داشته با قفل ور میرفته. یه چیز عجیب دیگه ای هم که گفته بود این بود که ظاهراً ساعت 6 صبح دیگه کارش تموم شده و رفته خونه. ولی دوربین‌های مداربسته نشون دادن که اون ساعت 6:36 هنوز با لباس فرم داره توی ساختمون راه میره و یه کیسه زباله سفید با دسته قرمز دستشه. البته حمل کیسه زباله برای کارمند ساختمون شاید به خودی خود عجیب نباشه، ولی مهم اینه که جمع کردن زباله اصلاً جزو وظایف نگهبان امنیتی نبوده. اون 2 تا زنی هم که میگفت باهاشون صحبت کرده همون 2 تا خانومی بودن که ساشا رو با اوبر آورده بودن و بلافاصله بعد از ورود ساشا اونجا رو ترک کرده بودن. از اینجا به بعد تمرکز کارآگاه‌ها کاملا روی داکسبری قرار گرفت. برای بار دوم آوردنش برای بازجویی. قبول کرد که تست دروغ سنج بده. توی سوالهایی مثل این که آیا تا حالا وارد آپارتمان ساشا شده یا نه به طرز واضحی داشت دروغ میگفت. بعداً مشخص شد کف کفش اون با رد پاهایی که توی صحنه جرم پیدا شده بود جور در می اومد. داده های گوشیش هم کمی قبل از این ماجرا در جریان یه فکتوری ریست پاک شده بود. 23 اکتبر پلیس حکم بازرسی خونه و تلفن داکسبری رو گرفت. متوجه شدن صبح 17 اکتبر حدود ساعت 5 توی اینترنت دنبال راههایی برای دور زدن قفل دیجیتال میگرده. این قفل دقیقاً شبیه همون قفل آپارتمان ساشا بوده. همچنین اثر انگشت‌هایی که موقع استخدام به عنوان نگهبان داده بود با اثر انگشت‌های روی لبه توالت ساشا تطبیق داشت. تو این مرحله تقریباً مطمئن بودن کار خودشه، اما برای قطعیت نمونه DNA فرستادن و جواب ارتباط مستقیم داکسبری با جرم رو تایید کرد. 30 اکتبر داکسبری بازداشت شد و به تلاش برای تعرض جنسی با استفاده از سلاح یا زور فیزیکی و همچنین ورود غیرقانونی به منزل همراه با حمله و قتل متهم شد. توی جریان دادگاه معلوم شد ساشا اولین ساکن ساختمون نبوده که داکسبری دنبالش افتاده بوده و قبلا هم مزاحم چند نفر دیگه شده بوده. داکسبری در نهایت مجرم شناخته شد و دادگاه براش حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط به علاوه 15 سال زندان برای ورود غیرقانونی به منزل برید.